2 قرن قدمت داره. به به چقدر قشنگه اینجا. قدیما اجدادمون برای اینکه سبزیجات رو در تمام فصل‌ها داشته باشن اونو خشکش میکردن، ولی الان که رسید به ما برای راحتی آشپزی این کارو میکنیم. و الان میخوام بهتون توضیح بدم که این سبزی قرمه سرخ شده خشک چیه و اصلا از کجا اومده. قدیما برای نگهداری سبزیجات که امکاناتی نبود، مجبور بودن سبزی رو خشک کنن، رطوبتش رو بگیرن تا سبزی خشک بشه و ماندگاریش بره بالاتر و فاسد نشه. واسه همین ما اومدیم سبزیجات رو قبل خشک کردن سرخش کردیم با روغن سبوس برنج و گذاشتیم توی همچین دستگاه‌هایی. سبزی قرمه خرد شده رو روی این سینی ها پهن کردیم و گذاشتیم توی دستگاه و تا 8 ساعت همینطور هوا توش گردش پیدا میکرد تا سبزی خشک بشه. بعد از اینکه